مطمئنم بعدم میخوای بگی که ما در محاصره هستیم و بهتر سلاحمون رو زمین بذاریم و کت بسته تسلیم توشیم. تا بیا یه خراشی به اون بچه بیفته تیکه تیکت میکنم حرومی. نه تو سلاحتو بنداز اگه میخوای سر این بچه رو تنش بمونه. بنداز حمید، بقیه ترارا همگی گریختن و فراری شدن. سرگین اسب از شما ها مفیدتره. گم شو. مشتاق بدین. چی شده مادر؟ مشتاق جمشید سالم برگشته. اون سعی سالمه اونجاست. سلام مادر. سلام عزیز مادر. خوشحالم که خوشحالی. شکرگزارتم بانو. این مرحمت رو هیچ سلطنت به رعیتی نکرده که شما کردین. ما رعیت لطف حکیمیم. اینها همه ارزنیه از ارزونی لطف او. هیچ گزندی به اون نرسید. اگه بدونی چیا دیدم. نگفتی تا چه حد آروم و قرار از خونه برده بودی؟ نگفتی این کارا که میکنی ما رو تا سرحد مرگ میرسونه؟ نگفتی اگه خدایی نکرده بلایی میرسی چه خاکی به سر میکردیم؟ مادر 1000 بار مرد از دل آشوب و شور. تصدقت فقط خدا میدونه مسعود شام رو به چه حالی سرم کرد. حالا شما هی جواب ما رو نده، ما که حتم داریم صفدری. خدا شاهده از 1000 خونه جز دعا و ثنای تو نشنیدم. بالاخره نمیخوای بگی کی هستی؟ یه بنده خدا، اسم سند بی وجهه. اگه پروا داری که تو رو نشناسن دلت قرص. شغالای کاشونم خبردار شدن. خدا این مزدورای جانی رو عذاب بده. استغفار کن مرد، نفرین نکن. دعا کن تا رستگار بشن. منم دعا کنین تا خدا بهم رحم کنه. قرآنی که خواسته بودی. خب زودتون بگو که کجا رفتی و چی دیدی. خوب بود؟ صفدر استاد یگانه. هرچی بخوای از بو علی و فارابی تا خواجه نصیر و سهروردی میدونه. این قرآن رو ببینی هرچی تو پهنای این آسمونه تو دل این کتاب مصحف پنهونه. اون میگه رموز آسمون محوری از دل داره. همه اینا رو اون گفته؟ بیشتر از این.
تازه اگه بدونی چه شمشیرزن قهاریه. به خاطر من بود که به بند افتاد. حکایت نوعه؟ میخوای بشنوی؟ خب سوال داره. بس اسباب فرار منو مهیا کن تا با هم دست به کار خلاصمون بشیم. بی خیال حکایت، تا به سیاست مادر ندارم. بی معرفت. اشارت باد که صبحدم یاری خدا تو میبینی. لاشت که آویزون شد عبرت ترارایی میشه که به مال دیوانی چشم دارن. فتح خوشی داشتی امیر. این سله تا کمی خستگی از تن بدر کن. شنیدی که چی گفتم؟ شنیدم. کار خدا رو به خدا بسپار. چه باک اگر او بخواد این بنده آسیشو ادب کنه. هرچی میخوای بگی بگو، هرچی. کم غریب حلقومت نای کلام نداره. جناب صفدر، اهالی کاشان بدانید و آگاه باشید که سردسته طراران، بزرگ آسی جراران، فسق و جور شهره و خلق از ستمش دللرزان به حکم حاکم سپهداران به تیغ امیر دلاوران به دام افتاده و کنون در میدان شهر در خاک مذلت است تا بردار شود و عبرت دیگر خواهد. کاشان در انتظار بردار شدنت در طرب و شادی ها. جناب صفدر، چه خدمتی بالاتر از این که مرگ صفدر اسباب طرب خلایق بشه. میبینی حلقه ای برگردلم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه. بریم بیانینش دیگه. شادی اهالی کاشان بدانید و آگاه باشید که سردسته طراران، بزرگ آسی جراران که به فسق و جور شهره و خلق از ستمش دللرزان و به تیغ امیر دلاوران به دام افتاده و کنون در میدان شهر در خاک مذلت است تا بردار شود و عبرت دیگر. اهالی کاشان بدانید و آگاه باشید که سردسته طراران، بزرگ آسی جراران که به فسق و جور شهره و خلق از ستمش دللرزان به حکم حاکم سپهداران و به تیغ امیر دلاوران به دام افتاده و کنون در میدان شهر در خاک مذلت است تا بردار شود و عبرت دیگر خواهد. این مهر تو رو فراموش نمی کنم. در پناه خدا. مواظب چارسو باش. برو سمت بازار جلوی سبکو. برو طرف پله ها. مواظب بقیه باش. وایسا ببین. رختو ببینم. برو. این چیه؟ برو. گفتم رختو ببینم. بیمارم. سل دارم. بیا برو. رئیس.
از اینکه خونه تدر شه حرفی داری بزن تا عوام الناس نگن حکومت جانب شهر رو نگه نمیداره. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم، من فقط شما را توصیه می کنم به تقوا. تقوا، تقوا، تقوا. انا لله و انا الیه راجعون. مردم بدونی که این جوون مردیه با فتوه که خونشو به ناحق میریزن. من کودکم آقام اونجا ایستاده، اون همیشه میگه حرف راست به زبون کودکان جاریه. من در کنار این مرد دیدم که جز به خدا نمیشناسه، به شب بیتاب قوت شماست. اون چیزی نمیخوره جز اون که خودش بکاره و هرچی به دست بیاره خرج مستندم میکنه. پس غیرت مردونتون کجا رفته؟ بایستدین تا اونو به دار بکشم؟ من با همه این کودکیم مطمئنم که خدا از این گناه شما نمیگذره. یکی خفه کنه اون بچه یه ناحقو. هیچ کس از اون دروازه وارد نشه، هیچ کس هم خارج نشه. درو باز کن. ولی ما مسئولیت داره خاطر. گفتم درو باز کن. چی میگی تو مردک؟ کودکی تو در سیاست دزدان قدم پیش گذاشته و اسباب گریز اونا شده. من از کجا میدونستم دوستان قصد گریز دارن؟ دوستات؟ دوستایی که هیچی واسه خوردن نداره جز غم بنده های فقیر و چیز.
شما فرمودید بیچیز. این کودک مقداری نیست که بخواد با طراران در نشنیدی چه سخنان یاوه‌ای میگفت؟ از خودش میگفت؟ از که فرا گرفته اگر با طراران نسبتی نداره؟ صحت کلام امیر بگویم که اگر این خاطر پلید در جای غیر از آن صفتر مرتد و از خدا بی خبر تربیت یافته بود، هرگز آن یاوه‌ها در شبستان نگفته بود. حضرت حاکم باز گفت آن نیز حد را بر گردن ناقل اثبات میکنم. هوای سنش نداشته باشم، بیشک خارج از دین است. حاکم جمشید من کودکه، شما خود به فراز و نشیب به نوجوانی واقفی. بله واقفی میدونم، ولی اگه جزایی برای بیخردی هست عدالت رو برای شیخ امیرم جاری کنید. کاش لال به دنیا می اومدی جمشید. عجز این پدر رو دریابین. جمشید همه میشناسن، شیری نقله. اون در صحت و سلامته. من نه مجنونم نه شیرین عقل. حضرت حاکم خاتون اجازه شرفیابی از حضورتون دارم. منتظر بمونم. متاسفم خاتون، فرمودن در انتظار باشیم. نگران سبوعیت و کینه‌توزی دروغه. عقل اونی که در سیاست کندی نشه. اگر سر این حرفا در کاشون باز بشه کیکی بسته نمیشه. عدل عفو کودک مهجور طفل معصوم. حاکم خود بهتر میدونن بهره در چیه. امر حکومتی طبابت نیست، قضاوت هم کار تو نیست. ها؟ زبون بکن بگیرید. این چه بازی از خودت در وردی؟ همه به امر مبارک خاتونه. هی امیر، سیاست را به چه صحتی میدانی؟ حدی رو ساقط کرده و سد جاری شدن حکم شده. تو شیخ، تدبیر حکم شرع در این باب چیه؟ بدعت و ارتداد کمترینش مرگ است، گرچه این مزمجه سن شرع ندارد. عقلش که بچه نیست شیخ. تکلیف چیه؟ یا پدر به نیابت سیاست شود یا حبس شود تا سن شهر یابد. حکم شارع لازم الاجراست و گریزی از اون نیست. حکیم، عقوبت کودک تو سنگینه و سخت، اما این بار جون شیرین عقل تو تحفه ای از جانب خاتون مرد. ولی به خدا و رسولش سوگند دیگر بار بشنوم گرد این ماجرا گشته چنان عقوبتی کنم که عبرت خلایق بشه. ولی این حرف شما هم زودتر برید تا از رایم برنگشتم. عزیز مادر، شکر که سالمی. آخه این چه کاری تو میکنی؟ کی میخوای بزرگ شی؟ تو تا جون منو به لب نرسونی آروم نمیگیری. آره؟ خلاصی اون از دست داروغه کم از معجزه نداشت. این بار تدبیر کفایت خاتون بود. خدا خیرش بده. حقا که جونش سلسله بند این خاکه. حق نگهدارش. جمشید چیکار کردن؟ اذیتت کردن؟ اگه اجازه بدید من دیگه برم. کجا؟ باید برم دیگه. بمون. با اون چه امروز در میدانچه دیدم و شنیدم یقین کردم که تو بیش از اون چه تقویمت نشون بده دانایی رو در خودت زنده کردی و برای بیداری محتاج تنبیه من نیستی. نیک میگی هرچند درشت، خوب میدونی هرچند خام. جمشید، ترس مسعود از اینه که روزی زبان سرخت خدای ناکرده شلاقی بشه بر سر سبزت.
فارسی می نوشتی بهتر نبود؟ چرا ولی زبون علم امروز نویسم جدی نمیگیرم. بماند که عربی نوشتن تصمیم از گردم کشید. این رساله رو تمام کردم. برشه اسمشو گذاشتم سلم السما. سلم السما در بام آسمان. یه چند وقتی دست به کار زیاد شد. چیزی شد آقا؟ چیزی شد؟ احسنت آفرین خوب بود. ولی بگم که از پیری من سوء استفاده کردی. شما همیشه جوانی آقا، همیشه جوانی. از زیج به تورق زیج ایلخانیم مرور میکنم. حقا حضرت خواجه نصیر عجیب لغتی ساخته، هم از فن هم از محاسبه. البته بی نقصم نیست، جای بعضی از محاسبات هندسی درش خالیه. احسنت. ما که شعورمون قد نمیده به این ابهاس، ولی شعور شما که به شیر باز میرسه. دست نوشه بفرم. شیر رو بخور و بعد از نماز صبح بزن برا، تا حکیم و والده مکرم دست به گریبان نشدند و دل واپس. اطاعت امر. مشرف. سلام. باز نخوابیدی؟ مادر نیستی تا بفهمی پسر تو بستر نباشه خواب بهت حرومه. شما هم جمشید نیستی، اگه پی ستاره ها آواره صحرا بود. بی خودتو اذیت میکنه. جمشید نیستم، ولی گیسم هم تو آسیاب سفید نکردم. حکمن فریضه واجب تری تو رو شبونه روونه بیابونا میکنه. شاید حضرت حکیم زودتر از معمول دست به کار طبابت شده. از حضرت عجل تشریف مبارکشون آوردن از تفرج شبانه. رزق امروز نوبر حکیم بچه، ناشتا نخورده دست به کار شدیم. جمشید نمیدونی چه قوقاییه. خیلی جماعت مریض همه آب از تنشون رفته، صورتشون به سان زنگیای سیاه، پیکرشون عین گرسنه های نحیف. این نشونه ها به مطبقه میبره ها؟ البته شناسایی مرض رصد ستاره ها نیست، منجم باشی. تحقیق میخواد و دلیل. 4 گل ختمی سنبول تیب دست خلق الله شدی طبیب؟ اگه راست میگی دوای ذات الجمع چیه؟ من این دواجات برای آقا جان میبرم، وقت سرخوشی با تو هم ندارم. حکیم بیمایه. به اون چه دوش گفتم فکر کردی؟ چی؟ تزویج و تعهد. ای مادر باز قصه نو نکن، بذار یه دم آروم باشه. این قوقای همیشگی شما 2 نفر به جایی نرسید؟ خدا قوت. خسته نباشی حضرت. مونده نباشی. به حجره میری دقت کن، ندونسته ننوشی و بی حواس لقمه نگیری. تب ناشناسی به جون جماعت افتاده که گمونم از شرب و قوتشون باشه. به روی چشم. بی بلا. جواب من؟ جواب شما بمونه برای بعد. بدم به تو. این بهترین رنگیه که من خودت هم میدونی من همسایه‌ام، به تو که کار برد نمیده. اگه مشکلی داشت
به نظرم باید از شامات بیرون باشه.